3 سال خود آرام بودی نه در ترکیه و اینجا میگه برمانده بودی؟ ما بر رضای خود نامده، مرا به زور کشیدن. نه خب گفتم تو آمدی با چکر پس میریدم این روزا. نه خب یا رسانات دروغ میشه شاید برم، خب مطلب به زور کشیدن. خب به زور سوته. سوته. خب بیا برای ما بگو که در اونجا چی کارا کردی؟ در اینجا چی کارا میکنی؟ در اونجا خب من نمیفهمیدم که تا ما اشتک بودم، چوشک میچوشیدم. یعنی اشتک بودی نمیفهمیدی؟ بله بله اشتک بودم. خب تا چند سالگی شیر چوشک میچوشیدی؟ مگه زیاد تا 30 سالگی را. 30 سالگی. خب خیلی دیگه می افغانستان که آمدی شیر چوشک اونجا نه طالبا که آمد چوشک او انداخت. خب جوان شدی. جوان شدم. با وطن که آمدی در میدان هوایی چطور بود رفتار مردم که سنگ چوب چبلق زدی تا یا نه والا رسانات دروغ میگن؟ ما خب پټ آمدم، هیچ کس خبر نکردم. خب تا که کیس موجه خراب نشوه. خب اینجا آمده چی کارا میکنی؟ مصروف چی کارا هستی؟ اینجا خب ما والی استم، سارندوال استم، هر مسئولیتی را که بگی ما اونمو مسئولیت ها را میکنم. خب نه قصابی را میمانم، نه زرگری را میمانم، نه شاروالی را میمانم، نه ترافیک هم تعمیر میکنم. او بچه اینجا بیا که نه بیا دیگه باز کارش خلاص است دیگه. حالا خب ما می کار هستیم، ما خیلی چرا نمیتونیم تو میتونی؟ او بزرگ تو در افغانستان بودی، ما از خارج آمدیم. خب کسایی که از خارج بیا بازی کارا را میتونه دیگه. سر هر کس که خدا اله کرد دیگه اله کنه، هیچ کس باید چیزی نگوه. خب هموطنای نازنین باش که ما سوال کنیم، شما ویدیو را دیدین که دختره که خودش میگه مردم هم میگه او طرف سعی کنین، باز خودش هم سایل داره، کامرا رو هم سر زوم کرده. خب میگه یک مصاحبه داشتی در یکی از ولایت ها، باز دختره که گفتی چرا محیط معلوم میشه و بالا محیط پد کول، تو چی رقمیه؟ ما حق دارم، ما پیشتر برات گفتم که ما حق دارم، حتی ما محرم هستم دیگه. ما دخترک چرا مویای خود لچ کرده بود؟ حالو قد سن سال نداشت که یک طفل بود. باز تو باید یک نکاح خوب بر خود پیدا کنه. مویایش معلوم میشه، مردم توجه جلبش میکنه. چرا بازار میه؟ این خوب یادر بلژیم و چی لندن نیست، این افغانستان است. اینجا باید این دختر 6 ماه باید ایجاب کنه. 6 ماه؟ در غنداخ هم که باشه باید ایجاب. حالی را بگو کل مردم اونجا دادم دوربین میگی رویایتان او طرف بگی، باز خودت چرا لخ سعی؟ ما حق دارم. ما کار هستم. بعد از این چی پلانا داری؟ بعد از این دیگه همه تو پیش میرم تا که دندانای ما کس میدان نکنه، همه تو سراری که خدا اعلام میکنم. خب حال تو رو چیز نمیگن؟ نمیتونه گفتن، نمیتونه. میگه 4 طرف ما از خارج آمدیم. خب ما تو میفهمی که 1 لک نفر دستخط کرده بود تا ما از کشور دبی دیپورت کنن. دبی 1 لک نفر. ما قربانی دادیم. چی قربانی دادیم؟ قربانی نیست که ما را دیپورت کرد، ما یک کشور را اعلام کردم مثل دبی واره. بله. این حالا دیگه افرادا که خودت برخوردش چطور است؟ هم مسلکایت مثلا مثل ما مثل دیگه و چی میگه دیما؟ و چیز گفتن نمیتونه. تو کلش چپ کردیم فهمیدی که کس حرف زدن نمیتونه. ما در کل افغانستان یک تاز هستم چون از خارج آمدیم. قدر عزتت باید زیاد شود. باشه نباشه ما خودم قدر عزت خودم میکنم. خب یعنی کسایی که من سر طلا فروشاش تو خدا اعلام کردم، گفتم که طلای عربی نی، طلای افغانی است. سر قصابات تو خدا اعلام کردم. راست میگی. امی کار شاروال میتونه، سارنوال میتونه، دکانا رو مرلاک میتونه. اصل وظیفه از واسه تو رو چی داری؟ خب ما از خارج آمدیم. حالا از خارج کاش که بدل خود آمده باشه. تو دیدی که دور دست ولسوالی مزار شریف در او جمع بر دکاندار گفتم بر قصاب که تو کاشی بزن. او کاشی را اصلا نمیشناسه. گفتم کاشی بزن. میگه یک نفر پشت تفتیده بر از او چی پیام داری؟ نمی تیک تاک یا میگه زیاد ویدیوهاش دست به دست میشه، خو یگان انتقاد بجا میکنه، گناه از اون نیست. میگه تو باید اصلاح کنی خدا. او تحمل نداره. خب خیلی ارتباطات در بیرون هم خوب است. قهر مردم که بگیم که کل امریکا رو روان که خود. حالا یک صدا که کنی چقدر پیسه برات خواهد آمد. خب تو گفت اینجا مکسای نفر هم در بغل ویدیو میمانم. حالا اگه خانم باشه با تو عکسش هم میمونم. او ده خو ما گفته بودم، خو ما خو نبودم خبر. اینم یک کار سر ما چی کرد که گفت
گفته نبود، ما بر مردم هم تو گفتم که برای ما گفته شده که عکسای کسی را نلگان. خب باز ما که کس پیسه روان کنه باز عکسشان میلگانم، نامم میگیرم، میگم که این قبول است، بازم رفت آمدش یک 5-6 هزار سو مصرف میشه دیگه. یک نان میخوری یک تیل میل دیگه. خب باز نمو دیگه. خب از اونجا چی آوردی؟ دست خالی آمدید این پیسه؟ والا از اونجا یک دانه نیکتایی ما بود، یک دانه شرط بود، بله، یک دانه پتلون